ترسید از این 4 تا درباری که میگن آخوند نباید در سیاست دخالت کند. ایران به حمدالله الان اکثریت قاطع اهل علمش در سیاست دخالت میکنن، در امور اجتماعی دخالت میکنن و اون چند تایی که اون مونده از دربار موندن اون هم دیگه از اون کاری نمیاد. شما باید ملت رو اینطور کنید. و من که دعاگوی همه شما هستم، به شغل خودم که عبارت از دعاگویی است قیام میکنم و از خداوند تعالی نصرت مسلمین را در سراسر جهان و نصرت مستضعفین را در سراسر جهان بر مستکبرین طلب میکنم و توفیق و تأیید شما ائمه جماعات و ائمه جمعه را در این امر مهم اسلامی و در این سنگر اسلامی که هستید، توفیق شما را برای خدمت به اسلام از خدای تبارک و تعالی مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.